سلام، من ناصرم و اینجا کانال پلموه. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشه که گاهی با مطلبی روبرو میشین که تأثیر خیلی زیادی روتون میذاره، مثل یک کتاب خوب، یک فیلم خوب یا یک جمله خوب. برای منم به دفعات این اتفاق افتاده، ولی بعضی از این مطالب به قدری برای من تاثیرگذار بوده که حتی نگاهم رو نسبت به خیلی چیزها عوض کرده. میخوام یکی از این مطالب رو با شما به اشتراک بذارم و قول میدم که شما هم با شنیدنش به فکر فرو میرید. در سال 1990 عکس‌هایی توسط کاوشگر وویجر 1 به زمین مخابره شد که شاید خیلی واضح و با کیفیت نبود، اما میشه گفت جزو تأثیرگذارترین و ماندگارترین عکس‌هایی هست که بشر تا حالا ثبت کرده. عکس‌هایی از زمین از فاصله 6 میلیارد کیلومتری که توی اون زمین حتی کوچکتر از یک پیکسل توی اون عکس افتاده، یعنی چیزی حدود 12 صدم یک پیکسل که انگار در پرتو خورشید شناوره. پشت این عکس داستان جالبی وجود داره که شنیدنش خالی از لطف نیست. کاوشگر وویجر 1 در سال 1977، یعنی حدود 47 سال قبل، به فضا پرتاب شد و اهداف اصلی این کاوشگر یکی این بود که از 2 سیاره غول‌پیکر منظومه شمسی، یعنی مشتری و زحل و اقمارشون، بتونه اطلاعات به دست بیاره و عکس‌هایی به زمین مخابره کنه و بعد به مسیر خودش ادامه بده و از منظومه شمسی خارج بشه و اطلاعاتی از بیرون از منظومه شمسی برای زمین مخابره کنه. یعنی تو جایی که کمربند کویپر هست و هلیوسفر اصطلاحاً به اتمام میرسه. حالا کمربند کویپر و هلیوسفر رو ما در برنامه‌های بعدی بهشون میپردازیم که چی هستن. اما برگردیم به داستان خودمون. وقتی کار این کاوشگر با مشتری و زحل و اقمارش تموم شد، دانشمند و مروج علم معروف کارل سیگن یک پیشنهاد بسیار هیجان انگیز به ناسا داد و گفت که بیایید دوربین های این کاوشگر رو به سمت زمین برگردونیم و از اون فاصله خیلی دور از زمین عکس بگیریم. البته خودش تاکید میکرد که شاید از نظر علمی این عکس خیلی چیز خاصی نداشته باشه، ولی میتونه بسیار تأثیرگذار و الهام بخش باشه. این پیشنهاد برای مدتها چالش‌های زیادی بین کارکنان ناسا ایجاد کرد، چون فکر میکردن که این احتمال وجود داره اگر دستورهای جدیدی به این کاوشگر بدیم و این دوربین‌ها به سمت زمین برگرده، ممکنه توی سیستم‌های ناوبری و بقیه سیستم‌های این کاوشگر اختلال ایجاد کنه و بقیه مأموریت به خطر بیفته. حتی یک جایی اتفاق جالبی افتاد و اونم این بود که بعضی از کارکنان ناسا بدون اجازه سعی کردن که این دستورات رو به کاوشگر مخابره کنن که البته جلوشون گرفته شد و بعضی ها اخراج شدن و بعضی ها هم از اون مکان و اون جایگاه شغلیشون به جایگاه های دیگه‌ای توی ناسا فرستاده شدن. اما بالاخره در سال 1990 با دستور و دخالت مستقیم رئیس وقت ناسا ریچارد هریسون ترولی که خودش از علاقه‌مندان به این ایده بود، بالاخره مجوز صادر شد و دوربین ها به سمت زمین برگشت و اون عکس های تاریخی گرفته شد. در این اقدام ظاهراً 60 فریم عکس گرفته شده که توی 3 تاش زمین مشخصه و با دیدن این عکس ها آقای کارل سیگن یک سخنرانی بسیار پرشور و الهام بخش ایراد کرد که الان میخوام اونو براتون بخونم. نقطه آبی کمرنگ. از این چشمانداز دور زمین شاید توجه خاصی جلب نکند، ولی برای ما
ماجرا فرق میکند. دوباره به این نقطه دقت کنید. همینجا، خانه اینجاست. آن ما هستیم. بر روی آن تمام کسانی که دوستشان دارید، تمام کسانی که میشناسید، تمام کسانی که تا به حال درباره‌شان شنیده اید، تمام کسانی که وجود داشتند اینجا زندگی کردند، با تمام خوشی‌ها و سختی‌ها. هزاران مذهب، ایدئولوژی و آموزه‌های اقتصادی، هر شکارچی و صیادی، هر قهرمان و بزدلی، هر سازنده و نابودگر تمدنی، هر شاه و رعیتی، هر زوج جوان عاشقی، هر پدر و مادر و کودک امیدواری، هر مخترع و مکتشفی، هر استاد اخلاق و هر سیاستمدار فاسدی، هر فوق ستاره‌ای، هر رهبر کبیری، هر قدیس و گناهکاری در تاریخ گونه ما اینجا زندگی کرده، روی یک ذره غبار معلق در پرتو نور خورشید. زمین ذره کوچک در برابر عظمت بیکران جهان است. به رودهای خونی که توسط آن ژنرال‌ها و امپراتورها روی زمین جاری شدند فکر کنید، تا با غرور و پیروزی بتوانند کمی بر قطعه کوچکی از یک نقطه حکمرانی کنند. به ستم‌هایی که اهالی گوشه‌ای از این نقطه مبهم به ساکنان گوشه دیگر از آن روا داشته‌اند فکر کنید. چقدر کژفهمی‌هایشان تکرار می شود، چقدر اشتیاق برای از بین بردن دیگری، چقدر احساس تنفر. این فرق فروشی ما، این تصور مهم بودنمان، این توهم ما که صاحب جایگاه ویژه‌ای در پهنه گیتی هستیم، توسط این نقطه کم فروغ به چالش کشیده شده است. سیاره ما ذره کوچک در گستره تاریک کیهان است. در این گمنامی ما، در این همه گستردگی، هیچ نشانه‌ای نیست که کمکی از جایی برسد برای نجات ما از ما. زمین تنها خانه شناخته شده است که امکان حیات را فراهم کرده است. هیچ جایی نیست، نه لااقل در آینده نزدیک، که بتوانیم با آنجا برویم. سفری برای بازدید بله، ولی برای سکونت هنوز نه. چه بخواهیم چه نخواهیم، در این لحظه زمین تنها جایی است که می توانیم روی آن باشیم. گفته می شود نجوم درس تواضع و شخصیت سازی می دهد. شاید هیچ چیز بهتر از این تصویر دور از دنیای کوچک ما حماقت و غرور انسان را توصیف نکرده باشد. برای من این تأکیدی بر مسئولیت ما برای رفتار مهربانانه تر و ستایش نقطه آبی کمرنگ است. تنها خانه‌ای که می‌شناسیم. چطور بود؟ من هر بار که این سخنرانی رو میشنوم هنوز برام تازه و تاثیرگذار و جذابه و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ویدیوی اصلی رو حالا یا با زیرنویس یا بدون زیرنویس با صدای خود آقای کارل سیگن گوش کنید. این متن به ما جایگاه واقعیمون رو توی جهان نشون میده و دوباره تاکید میکنه که ما اونقدرایی که فکر میکردیم مهم نیستیم و مرکز جهان هم نیستیم. توی قسمت‌های بعدی جزئیات بیشتری از کاوشگرهای وویجر و مأموریت‌هاشون میگیم و اگر سوال و مطلب خاصی هم دارین توی کامنت‌ها برای ما مطرح کنید. اگر از این برنامه و برنامه‌های مثل این خوشتون میاد ما رو همراهی کنین و با دنبال کردنمون و سابسکرایب بهمون کمک کنین که بتونیم برنامه‌های بهتر و با کیفیت‌تری براتون بسازیم.